هلو گایز، چطورین بچه؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون عالی باشه. بچه توی ویدیوی امروز قراره بریم با هم دیگه یکی دیگه از اچیومنت هایی رو انجام بدیم که قرار بود واسهتون ویدیوشو بذارم. یه خورده اچیومنت سختیه. حالا سخت که میگم برای اینه که 7 تا میشن داره و ما باید 7 تا رو انجام بدیم. یه خورده زمان بره فقط، ولی الان بهتون میگم که چجوری انجامش بدین. جایزش هم همونطوری که میدونین جعبه طلایی هستش و جعبه طلایی هم تا 7 روز دیگه به بازی اضافه میشه و اونجا میتونین جعبه‌هاتون رو استفاده بکنین. حتما توی کامنت ها بنویسین که تا الان چند تا جعبه طلایی تونستین جمع بکنین. خب یواش یواش بریم سراغ میشنا. فقط اینو حواستون باشه که بچه‌ها باید به ترتیب کارهایی رو که میگم انجام بدین. حالا چون میشنا زیاده واقعا یکم زمان بره، ولی میریم بهتون بگم چجوری توی یکی دو مچ جمعش بکنین و راحت این کارو انجام بدین. اول اینکه بچه‌ها نیاز نیست حتما شما اسکوادی وارد ارنگل بشین. همون یه نفره یا دو نفره اصلا فرقی نمیکنه. وارد بازی میشین و این کارو انجام میدین و میشینا رو تکمیل میکنین. اولین کاری که شما باید بکنین خیلی آسونه. وارد مود میشین. زمانی که وارد مود میشین نقشه رو که باز بکنین یه دونه تابوت روی نقشه میبینین بچه‌ها که باید برین توی قسمت زرد رنگ ثبت میکنین این در باز بشه. میرین توی قسمت زرد رنگ و دقیقاً همین تابوتی که دارین میبینین رو ما باید فعال بکنیم. اولین کار همین هستش، یعنی دقیقاً از اول مود میشن های ما شروع میشه. خب به تابوت که رسیدین بچه‌ها یه گزینه بغلش میاد، اون گزینه رو فعال میکنین و زمانی که روی نقشه بزنین 3 تا جا واسهتون روشن شده که شما باید برید اونجا و میشن رو انجام بدین. داخل قسمت زرد رنگ یکم جلوتر که بریم بچه‌ها پیش این درخته یه دونه از میشن ها هستش و اینجا میشن اولتون رو فعال میکنین. اینها همه قسمتی از قسمت اولش هستن. نمیدونم متوجه میشید یا نه، ولی اینا همش واسه میشن اوله. یکم جلوتر که بریم بچه‌ها دوباره میریم وارد قسمت زرد رنگ میشین و گزینه بعدیش هم فعال میکنین. گفتم که 3 تا ما باید 3 تا رو فعال بکنیم. اینم دومیش هستش، واسه همتون هم یکیه. اصلا روی همین ویدیو میتونین انجامش بدین. اینم از دومیش. سومیش هم که فعال کردیم میشنمون تکمیل میشه و میریم سراغ میشن دوم. اینم از این و تمام. حالا کار بعدی که شما باید بکنین بچه‌ها، باید دوباره برگردین پیش تابوت و گزینه‌ش رو فعال بکنین تا یه دونه دنس اینجا واسه شما زده بشه. همونطوری که دارین میبینین این دنس رو واسه شما میزنه و اینجا شما میریم برای چالش دوم به همین شکلی که داریم میبینیم. برای چالش دوم بچه‌ها ما باید چیکار بکنیم؟ باید بریم داخل مینی مود ها. زمانی که داخل مینی مود ها میریم دقیقاً توی ویدیو داریم میبینیم ما باید بریم یه دونه کلید در رو برداریم و از کلید استفاده کنیم تا یه در دیگر رو باز بکنیم. همونطوری که گفتم یه خورده زمان بره، ولی توی یکی دو مچ میتونین بزنین. حواستون هم باشه که انمیا نزننتون. برین یه جای خلوت. اینجا میان گزینه رو فعال میکنیم واسه برداشتن کلید. بچه‌ها تا کلید رو میبریم درم باز کنیم یادتون نره حتما ویدیو رو لایک بکنین. دم همتون گرم. بعد از 2 سال همتون میدونین که برگشتیم و کلی نیاز به حمایتاتون دارم. مرسی که حمایت میکنین. بچه‌ها زمانی که درها رو پیدا کردین و باز کردین توی در آخر یه دونه کلید به شما میده همونطوری که دارین میبینین. این کلید رو شما باید بردارین و دوباره برین سراغ در بعدی. کلا در تو در شده این بازی بچه‌ها. برای 3-4 تا جعبه طلایی باید انقدر این در اون در بکنید. خب میرسیم به در اصلی و از کلیدمون استفاده میکنیم تا واردش بشیم و به همین شکل در برامون باز میشه. اینجا میایم بچه‌ها یه دونه دایره زرد رنگ هست، وارد دایره میشیم و میشن اینجا رو هم فعال میکنیم. بازم یه دونه دنس و یه خورده لوت به شما میده اینجا همونطوری که میبینین. و حالا باید بریم به زیر زمین. هم از این پله ها میتونین برین زیر زمین، همین که بریم وسط یه دونه دایره هستش، از همین سولاخ برین داخل. بچهای سولاخ باز از اینجا برن. واردش که میشین یه دونه دایره هم اینجاست بچه‌ها. این یه دایره رو هم باید فعال بکنین که اینم کار زیاد سختی نیستش. به همین شکل میتونین فعالش بکنین. اینم از این. دوباره میاد واسهتون یه دونه دنس میزنه، یه خورده لوت. خب بچه دیگه کاری با مودها نداریم و میافتیم داخل مپ و میریم به این 3 تا نقطه‌ای که بهتون میگم. نقطه اول بچه کوهی هستش که سمت جورج پول و اینجا میتونین برین. دایره اینجا واسهتون هستش، میشن دایره رو میزنین، دوباره یه دنس واسهتون میزنه و اینجا رو که انجام دادین
دوباره حالا سوار شتر، خر یا هر وسیله که دارین میشین و میرین سمت پل. اینجا یه خونه هست که دیگه مطمئنا ارنگل بازو همه میدونن کجاست. یکم میاید اینجا و میشن بعدیتون هم اینجا فعال میکنین و خنجر زمانتون هم داد که با یه خورده لوت یه دونه میشن دیگه مونده بچه‌ها. این یکی رو باید بری سمت میلتا پاور. میرین سمت میلتا پاور و این یکی رو هم فعال میکنین و زمانی که توی میلتا پاور بچه‌ها پیداش کردین داخل سیلوها هستش. اینجا ضربه رو که بزنین و میشن رو انجام بدین خیلی راحت میشن شما تکمیل میشه. 40 تا اچیومنت میگیرین به علاوه یه جعبه طلایی که همونطوری که گفتم 7 روز دیگه میتونین از این جعبه طلایی ها استفاده بکنین و امیدوارم که بتونین گان آپگریدیشو بیرون بیارین. جوایزش هم واسهتون حتما میذارم. یه نکته دیگه که باید بهتون بگم اینه که بچا این حرکاتی که الان ما زدیم داخل مچ اصلا مهم نیست که توی یه مچ انجام بشه یا از الان تا آخر سیزن انجام بشه، فرقی نمیکنه. فقط شما باید به روی ترتیب انجام بدین. یعنی شما دوتا میشن اول رو اگه انجام داده باشین و بمیرین میتونین توی مچ بعدی بیاین و ادامهشو برین. اصلا نگران نباشید، همه چی سر جای خودشه. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک ویدیو فراموش نشه. توی ویدیوهای بعدی همتون رو میبینم.